ټیکس ریپ عکس کې ډیر زیات ضروري وي په دې خاطر چې کله موږ یو ډاکومنت اپلیکیشن جوړو نو عکس او خط چې سره یو ځای شي بیا مینه لږ مشکلات جوړوي کله خط یو طرف ته کله خط بل طرف ته کله عکس یو طرف ته بل طرف ته نو بیا له دغه ځای نه به تاسو منظم کوئ چې عکس کوم ځای کې وي او خط کوم ځای کې وي نو دې ځای نه بیا ښه منظم کیږي نو دا شیان باید همیشه زده وي. اوس راځو برینګ فارورډ سینډ بیکورډ سلیکشن پین دا شیان هغه وخت کار کوي چې عکسونه له یو نه زیات وي دوه عکس وي درې عکس وي د سر په سر په یو وخت کې وي بیا دا شیان فعاله کیږي. فرض مثال یو د عکس ده یو بل عکس هم راولم مثلا دا عکس می راوسته اینا دو تا عکس شد یک عکس اینجاست دیگه عکس کجا شد یک عکس اینجا عکس که سلکت باشه و دیگه عکس چی کنی باز اون چینج میکنه عکس باید سلکت نباشه. اینا یک عکس دیگه هم میارم این یک عکس شد چند تا شد یک عکس دیگه هم بیاریم که 3 تا شد این 3 تا عکس شد. اول ما میخوایم که یک عکس بالای دیگه عکس بیاین میشه سعی کن وقتی که کش میکنی نمیشه که یک عکس در روی دیگه عکس بیاین کش میکنی نمیشه باز چی میکنیم بیشتر ما و شما برات گفتم که این آپشن ها بسیار زیاد ضروری هستن. مثلا اینی عکس است اینی عکس در روی از اینی عکس میارم این رو انتخاب کو اینجا بیا در تکست ریپ چی رو کلیک کو in front of کجاست in front of سک پیش رویش آمد یا نه اگر بیهایند کنی پشت سرش میاد یا اگر سکویر کلیک کنی در سکویر باز خط 4 طرف میامد و میتونی که به آسانی از یک جای به دیگه جای انتقالش بدی. مثلا اینی عکس است ایرم سکویر میسازم سکویر ایرم حالا به آسانی میتونم حالا یک عکس روی دیگه عکس آورده میتونم ببین مثلا این سیرم سکویر میسازم یا تایت یا دیگه سکال به آسانی میشه که از یک جای به دیگه جای انتقال شوه و در روی یک دیگه هم قرار بده سکال پیش روی از ویوز حالا اونو آپشن ها سک فال شد دیدین bring forward send to back این چی کار میکنه اینی 3 عکس هستن که اینیش پیش رویش هست پیش سر است و پیش سر است. اگر ما میخوایم که اینی عکس پیش سر بره اینی عکس حال پیش روی است کجا بره پیش سر بره کلیکش کردی بیا اینجا send backward send چی مانا send ارسالش کو روانش کو backward پیش سر اینجا دو آپشن هست اگه اینجا کلیک کنین سایکو send backward هم هست send to back هم هستن. این دو تا چی فرق میکنه send backward که است پیش سر میره ولی یک عکس پیش سر میره یعنی یک مرحله حالا اگه من یک دفعه کلیک کنم پیش سر این عکس میره اگه دوباره کلیک کنیم باز پیش سر از اون عکس هر دفعه که کلیک میکنیم پیش سر یک عکس میره ولی اگه send to back کلیک میکنیم باز هر چند عکس که باشه این راست هم پیش سر میره تا آخر میره فهمیدی یک عکس نمیره یک دمی میره مثلا اینا ما send to back کلیک میکنیم چی شد آخری کلگی رفت آخری کلگی رفت ولی اگه پسندو کنم اگه ایره کلیک میکنم این اولیشه سک پیش سر یک عکس شد این پیش روی از اون هستن ولی دوباره اگه کلیک کنم باز پیش سر عموم میره یعنی ایره که کلیک میکنن پیش سر یک عکس میره و اگه دیگه ایشه کلیک میکنن باز پیش سر کلگی میره و send behind text ای باز اگه ختم باشه باز پیش سر ختم میره مثل که دا text ریپ هستن و اینی bring forward باز پس پیش رویش میاره یعنی که از یک عکس پیش رویش میاره ای پیش روی کلگی میاره حالا کلیک کنی سک پیش روی کلگی میاره ولی اگه دیگهش کلیک میکنی bring forward باز پیش روی یک میاره باز کلیک میکنی پیش روی دیگه میاره هر عکس که باشه کلیک میکنی یک پیش روی میاره و bring in front of text اگه خط باشه پیش روی خط باز مثل ده اینجا که in front of text فهمیدین بعد از اون سلکشن پین که کلیک میکنین اینی چیز باز میشه که اینی رو سلکشن پین میگه چند عکسی جا داریم اینجا نمایشان نوشته است 1 2 3 هر عکسی که از اینجا انتخاب میکنی اینجا هم انتخاب میشه میبینی هر عکسی که از اینجا انتخاب میکنی اینجا هم انتخاب میشه میتونی هایدش کنی میتونی پس شویش کنی یک عکس نشان چشم کی است هر عکسی که کلیک کنی اون چشم میشه او پوت میشه هاید میشه پس کلیک کنی پس نشان میده این سلکشن پین میگه فهمیدین اینا بعد از او اینجا الاینمنت است یارا الاینمنت میگه الاینمنت چی مانا ترتیب کردن منظم کردن که منظمش میکنی این را چه وقت استفاده میکنی سکوی 3 حالت داره اول اینی لفت سنتر رایت اینی هستن و بعد از او باز اینی 3 تا هستن که یایش به خاطر ورتیکال است و یایش به خاطر هوریزونتال است ورتیکال چی مانا عمودی و هوریزونتال
افقی. اگر شکل‌ها به شکل عمودی مو بودن باز از یا استفاده میکنی، اگر به شکل افقی باشه باز از این سه تا استفاده میکنی. مثلا این سه عکس هستن، باش که کمی خرد شوه. اینی را ما این قسم ماندیم اینجا. حالا میخوایم که این منظم از این طرف کلش منظم بیاد، یا از این طرف منظم بیاد، یا از مابین منظم بیاد. حالا عکس‌ها به شکل چی رقم است؟ افقی هستن، عمودی هستن، ورتیکال هستن. باز هر سه تاش انتخاب کو، یعنی یک شکل انتخاب کردی، وقتی دومش انتخاب میکنی شیفت بگی کلیک کو، شیفت کلیک، شیفت در کیبورد قایم بگی و سرش کلیک کنین، سه تا انتخاب شد. فهمیدین؟ هر یکی که انتخاب میکردین شیفت بگیرین با سرشون کلیک کنین. باز بیا الاینمنت از این سه تا باید استفاده کنی. در کدام صورت؟ وقتی که ورتیکال باشه، عکس عمودی باشه، مثل امیال که تو عمودی هستن. حالا اینجا اگر لفت کلیک میکنی، این از طرف لفت کلش یک از یک جای شروع منظم میشه. اگر رایت کلیک میکنی باز از طرف رایت. سعی رایت کلیک کنیم، از طرف راست باید منظم شود. الاین رایت شروع میشه. الاین رایت. الاین لفت، رایت هیچ معلوم نمیشد، رایت بودن هیچ معلوم نمیشد. لفت کلیک کنی از طرف لفت منظم میشه و اگر رایت کلیک میکنی باز رایت، اگر سنتر کلیک میکنی باز مرکز. وقتی که عمودی باشه ورتیکال باشه. اگر هوریزونتال باشه مثلا این قسم، حالا عکس‌ها چی رقم هستن؟ هوریزونتال هستن. حالا اگه میخواستی که یا منظم شوه، سعی یک بالا است یک پایین است، نه ما میخوایم که کلش از سر منظم باشه، یا از پایین منظم باشه، یا از مابین منظم باشه. باز میاین از این سه تا استفاده میکنین. اگر تاپ کلیک میکنین از طرف بالا منظم میشه، اگر میدل کلیک میکنین از مابین، و اگر بوتام کلیک میکنین باز. اینی برای شکل‌ها هم قسم هستن. اگر ما شکل داشته باشیم ما هم قسم منظم میشه. فهمیدین این این سه تا را که یا چی وقت استفاده میشه؟ وقتی که عمودی باشه شکل‌ها یا عکس‌ها، و این سه تا چی وقت استفاده میشه؟ وقتی که افقی باشه. اینجا شکل‌هاش هم اگه ببینین میفهمین. سایکو دو شکل میبینید و اینجا که است عمودی هستن. بعد از دیستریبیوت است، دیستریبیوت هوریزونتالی، دیستریبیوت ورتیکالی. دیستریبیوت چی معنی؟ این باز فاصله‌هایشان برابر میکنه. یعنی فاصله‌هاش میبینید؟ حالا ببینید دو تا عکس نزدیک هستن و این دو تا عکس دور هستن. اگه ما میخوایم که فاصله بینشان برابر شود باز از این دو تا استفاده میکنه. این باز دو تا است، یکی هوریزونتالی یکی ورتیکالی. حالا عکس‌ها با شکل چی هستن؟ هوریزونتال هستن. باید از هوریزونتال استفاده کنین. باز اینجا اگه ما هوریزونتال کلیک کنیم چک فاصله‌هاشون چی میشه؟ و اگه ورتیکال باشه این قسم باشه باز ورتیکال استفاده کنیم. این سه عکس باز کنترل گرفتیم کلش سلکت کردیم. به خاطر منظم کردن از این سه تا استفاده میکنم، به خاطر که فاصله‌هاشون برابر شوه باز دیستریبیوت ورتیکال. فهمیدین؟ بعد از او الاین تو پیج هستن. فعلا اینجا چی تیک مارک هستن؟ اگه ببینین الاین سلکتد آبجکت. الاین برات گفتم که چی معنی؟ الاین معنی ترتیب کردن یا منظم کردن. سلکتد آبجکت چیزی که انتخاب کردیم. حالا این تیک مارک هستن، اینجا که هر آپشن ما کلیک میکنیم چیزی که انتخاب کردیم سری از او عملی میشه، اپلای میشه. اگه اینجا الاین تو پیج باشه باز الاین یعنی ترتیب به اندازه صفحه میشه. چه قسم؟ یعنی عکس‌ها انتخاب هستن. حالا اینجا چی تیک مارک شد؟ الاین تو پیج. اگه ما لفت کلیک کنیم این عکس‌ها کلش کجا میره؟ در چپ پیج. به خاطر اینکه اینجا الاین تو پیج هستن. اگر رایت کلیک میکنیم کجا میره؟ در رایت پیج. اگر سنتر کلیک میکنیم باز فهمیدین؟ اگر هوریزونتالیش کلیک میکنین باز به حساب هوریزونتالی هم کات پیج میشه. مثلا میدل کلیک میکنین حالا کل عکس‌ها تا کجا آمدن؟ در وسط صفحه. اگر بوتم کلیک میکنین کجا میه؟ در پیج. اگر تاپ کلیک میکنین باز کجا میه؟ فهمیدین؟ اگر سلکتد آبجکت تیک مارک باشه باز خود یا منظم میشه. و اگر اینجا الاین تو پیج باشه باز نسبت به پیج الاین میشه، ترتیب میشه. هر تاپ اگر کلیک میکنی در تاپ پیج میره، لفت کلیک میکنی در لفت میره. و اگر الاین تو مارجین کلیک میکنی باز کجا میره؟ کتی مارجینز خواندیم که فاصله‌ای که چهار طرف هستن یا را مارجین میگه. حالا اگه تیک مارک باشه مثلا الاین تو مارجین هستن، اگر من لفت کلیک کنیم این کجا میره؟ چک مارجین زین اینی قدر است.
در لفت مارجین میاد. باز از یا که هر یک کلیک میکنی نسبت به مارجین یا الاین میشه. فهمیدین؟ و اگر سلکتد باشه باز پس خودشان یا میشه. مثلا این سه تا رو باز انتخاب میکنیم، حالا میگم رایت پس یا میشه. فهمیدین؟ بعد از او است use alignment grid lines و view grid lines. اول view grid lines میخوانیم. grid line در پینت خوانده بودیم اگر یادتان باشه چی کار میکرد؟ گراف نشان میداد. کلیک کنین چی رو نشان میده؟ گراف که ورتیکال و افقی خطا می باشه. این align to grid اگر باشه امیال سایکو تیک مارک است use align guides اگر این تیک مارک کنیم این چی کار میکنه؟ وقتی که می اکثر تو انتقال میتی از یک جای به دیگه جای، مثلا یارو ما انتقال میتم سایک بالا یک لاین پیدا شد یعنی این لاین چی است؟ مارجینز است، یعنی حالا اینجا مارجین است. اگر ما اینی طرف برسانیم حالا چک از طریق لاین میبینین وقتی که کلیک الا کنیم باز گم میشه. مثلا در اینجا میاریم دیدین اینی را الاینمنت گاید میگه. گاید راهنمایی میکنه. این را گاید میگه. اگر این را میخوای که پیدا نشه بازی رو تیک مارکش پاس کن. حالا ببین تیک مارکش پاس کنیم. این را تیک مارکش پاس کنیم و این را اول پاس کنیم بازو پاس میشه. حالا ببینید میه در بالا میبری؟ این را الاینمنت گاید میگه. اگر میگی که باشه باز تیک مارکش کلیک کن. و یکی از گراف نشان میده. use alignment grid view grid گراف نشان میده و این باز use alignment grid این باز چی کار میکنه که یک کتی از او الاین میشه. باز که اینی شپاس کنم view grid line سک وقت که انتقالش میدی حتما باید کتی می لاین گرید برابر بیه. میبینین سک از این خانه خطا بخورد راستن در کجا میره؟ در خانه لاین دیگه میره. راستن در دیگه خانه میره. اگه این نباشه باز نمیشه. اینی use alignment grids. و اینجا گرید سیتینگ داریم. اگر میخوای که گراف فاصله هایشان زیاد و کم کنی باز از اینجا میتونی. مثلا هوریزونتال ورتیکال اسپیسینگ هوریزونتال اسپیسینگ ما زیاد میکنیم، ورتیکال هم زیاد میکنیم. باز فاصله هایشان چی میشه؟ زیاد میشه. فهمیدین؟ ایرا الاینمنت میگه. باز که ایرا پاس کنیم که معلوم بشه. بعد از او از گروپینگ گروپ و ان گروپ. گروپ چی کار میکنه؟ گروپش میکنه. یک جای میسازه. مثلا یک چند شاگرد تو میگه شما یک گروپ هستین، شما دیگه گروپ هستین. اینجا منقسم هستن. مثلا نمیشه یک سما انتخاب میکنم و اینجا گروپ کلیک میکنم. حالا ببینیم مثل یک شکل وارد شدن. فایدهشون چی است؟ هر وقت که ما یار انتقال میتیم فقط یک کلیکش کو ضرورت به این نیست که هر دفعه کنترل بگیری کلیش سلکت کنی. یک جای سلکت میشه. یک جای کلان خورد میشه. مثلا از یک کلان میکنم کلش خورد کلان میشه. خورد میکنی کلش خورد میشه. این گروپ میگه. اگر میخوای چند تا شکل یا چند تا اکسار گروپ بسازی انتخابش کو کلش باز از اینجا بیا گروپ کلیک کو. اگر پس جدا میکردی باز ان گروپ باز پس جدا میشه. بعد از او است روتیشن. روتیشن چی معنی که دورش میده. مثلا مو یک عکس دیگه بیاریم. ایره دا چی خونده بودیم در پینت یادتان است؟ اینی عکس است. ایره روتیت میکنیم. روتیت رایت 90 دیگری. طرف راست 90 درجه. چه کنه دور خورد. طرف لفت 90 درجه. ورتیکال سرچپه شود. فلیپ هوریزونتال چی معنی؟ که سابق این طرف سعی میکرد اول کدام طرف سعی میکنه؟ این طرف این سعی کنم ختم میشه سرچپه شد. و اگر پس ایره پس کنیم باز پس دیده میشه. مور روتیشن آپشن اینجا باز آپشن های دیگه هم هست که به حساب چند درجه مثلا من اینجا نوشته میکنم چند درجه روتیت شود 30 درجه. اوکی کو 30 درجه روتیت میشه. این روتیشن میگه. فهمیدین ایرم؟ بعد از اون کراپ کایچ کردن در پینت خوانده بودیم نه اینجا ما کار میکنه. اگر من این عکس میخوایم کراپ کنم مثلا اینجا این خط است یا است این راست بهش گم میکنم باز بیا کراپ کلیک کو. کراپ کلیک دی اینجا این نشانه پیدا میشه. دیدین باردر واره مثلا نیره از این طرف ما کراپ میکنم این نشانش میارم این قدر کراپ میکنم. از پایین هم این قدر کراپ میکنم. وقتی که باردرش جور کردی فقط یک انتر پرس میکنی چی میشه؟ منتقاش گم میشه کراپ میشه. دوباره اگه پس میخواستی که واره بیاری باز که کراپ کلیک کنی او رو پس برات نشان میده. اگه ما پس میخوایم که نه این قدر اینی منطقهشان بیای باز انتر بزن و این منطقهشان میای. فهمیدین؟ ایرا کراپ میگه. پس اضافه میکنم پس اضافه کردم انتر بزن. بعد از اوس height and width. height and width چی معنی؟ بر و width و هایتشان. میتونی از اینجا خورد و کلان کنیم و راستن مثلا من را خورد میکنم سعی که او کم میشه. دیدی؟ کم شد. و اگر کلان کنیم باز زیاد میشه. راستن از اینجا هم میتونی که کلان کنی و خورد کنی. هم ویدش و هم هایتش.
ایره فرمت پیکچر میگه. وقتی که یک عکس انتخاب کنی باز این فرمت هم برش میاد که از اینجا میتونی یک عکس دقیق بیاری. فهمیدین عکس؟ بعد از اون آنلاین پیکچرز. آنلاین چی مانا؟ باشه یک دو سه چیز آسان است که باز دیگر روز که درس میخوانیم که تازه باز میکس نمیشه. آنلاین پیکچر وقتی که از اینترنت میخواستی عکس ها رو بیاری او وقت کار میکنه که اینترنت باشه. کلیک کو سکال اینترنت نیست میگه you need an internet connection to insert online picture. چی رو ضرورت داری؟ اینترنت که فعلا نیستن. اگر بدون از اینترنت میخوای عکس های کامپیوتر رو بگیری باز ورک آفلاین میتونی عکس ها رو از اینجا بگیری. این میگه آنلاین. اگر اینترنت باشه باز راستن عکس های اینترنت رو براتون میاره. بعد از اون شیپس چی مانا؟ اشکال. این کلیک کنی که مختلف شکل هستن. اگر میخوای که از این اشکال استفاده کنی جور کنی مثلا این شکل جور میکنه اینا کلیک کو کش کو جور میشه. برای ازی هم منیو میه به نام چی؟ فرمت. اون فرمت که برعکس بود این آپشن ها برای هم است. مثلا اینی پوزیشن تکست رپ اینی ببینین سیم تو سیم است. فقط یک چند تا آپشن هایشان فرق میکنه که یارا باز شما اگه چک کنین هم اگه نمیاد براتون میخوانید. این میگه شیپس. فهمیدین تا اینجا؟ بس است.